امروز میخواهم درباره شاعری و درامانویسی و با فیلم ها سیناری نویسی وزیر کارهای داخلی تاجیکستان صحبت کنیم. وزیری که فعالیت کسبیش به قول جزیر است و زیر بار تنقید سازمان های دفاعی حقوق بشر مانده است. وزیری که کلان سالان آن طرف ایستاد حتی ترتیبات نظام در مکتب های میانه را نظارت کرده نمیتواند. خلیگنی نورسان روز به روز افزوده به همدیگر کارچزنی و در مکتب دست به استعمال مواد مخدر زدن خوانندگان چیکاگوی آمریکا را پیش نظر می آورد. با وجود اعلان سالهای رشد سیاحی در تاجیکستان، همه ساله به ترتیب وحشت افکنی های در کشور به وقوع می پیوندند که کشورهای اروپایی و آمریکایی همواره شهروندانشان را آگاه می کنند که ضمن سفر به تاجیکستان از احتیاط کار بگیرند یا خوبترش به تاجیکستان سفر نکنند. به گدایی و یک سامانی و دو سامانی پرسیدن های گیشن گداهای سر کوچه ها حاجتی گپ هم نیست. در همین حال وزیر کارهای داخلی به جای مسئولیت خود را صادقانه به اجرا رسانیدن به کینوفیلم ها سیناری نویسی و دراماتورگی مشغول است. گاه الهامش آید نهانی و پنهانی شده شعر هم می نویسد. اما فعالیت کسبی به قول بردک. آخر از وزیری که به خیال بافی و فانتاستیک آفری آوره است چه هم می توان انتظار شد؟ همه را مانده اکنون این وزیر کتاب نوشته است. میدانید نام کتاب چی است؟ فضیلت پیشوا. چه غش آدم می آید. درباره این کتاب بیایید از لاف و گزاف خبرگزاری خاور آگاه می شویم. خبرگزاری دولتی خاور رحیمزاده را با حبیب الله نظروف خادم دولتی، رئیس سود عالی، وزیر عدلیه، حقوقدان معروف زمان شوروی مقایسه کرده گفته است که همزمان خواننده تاجیک او را به حیث نویسنده مؤلف یک زمره کتاب‌های خواندن باب از جمله پایستی بسا شوق‌آوری در جستجوی کریم دیوانه میشناسد که به بسیار زبانهای جهان ترجمه شده است. خبرگزاری خاور تاکید کرده است رمضان رحیمزاده نیز از زمره چنین نفران ایجادکار است که به قلمش چندین اثرهای منظوم و منثور متعلق می باشند. نمونه های اشعار او منتظم در روزنامه و مجله ها نشر می گردند و بسته‌کاران به آنها آهنگ می بندند. شعر او می ارزی را درباره پیشوای ملت چندین سرایندگان آهنگ بسته زمزمه می کنند. در پیشگفتار کتاب نو وزیر امور داخله آمده است که کتاب درباره فضیلت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که فعالیت دامنه‌دار ایشان به نفع ملت و وطن مکتب سیاست دولتداری و نمونه عالی خدمت فداکارانه برای خلق می باشد. کتاب رمضان رحیمزاده از چند باب عبارت است که نام بابهایش هم از نام کتاب ماندنی ندارند. مثال شاهکارها برای دولت و ملت یک بابش، باب دیگرش وحدت تاجیکان از خرد جناب عالی بود. کدام وحدت نمیدانم، همه سرسان و سرگردان در کشورهای دور و نزدیک در غریبی. چه خیلی وحدت بود است. با مردم بودن مرام اوست، صلح آور و نجات بخش ملت. همه عجیبش دیپلمات و سخنور. چه خیلی سخنوری که از ورق سر بردارد همه جا جزیر می شود. افکار بشردوستانه و اندیشه جهان ستایی.
و مثل همین. چند پیش در شبکه‌های اجتماعی فیلم کوتاه پیدا شد که گفته میشد مؤلفش وزیر امور داخله رمضان رحیمزاده است. قبلا او پیس درباره مادر نوشته بود که به صحنه گذاشته شد. نخست نمایشی نخستین پیسه پلیسی رقم اول کشور با نام دل مادر که آن را کارگردان قربان صابر به صحنه گذاشته است، روز 13 اوگوست در تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی در شهر دوشنبه برگزار شد. مریم ایسایوه، هنرمند معروف تاجیک که نقش مادر را در این پیس بازی میکند، گفته است من روی در صحنه نقش بیش از 60 مادر را بازی کردم، اما از دراماتیزم این اثر در حیرت ماندم. این اوج اعلای تصویر سیمای مادر تاجیک و یا الف آز آن است. اینقدر مادر تاجیک خود را برای فرزندش فدا می کند. پیسه نویسی تنها استعداد قلمکشی رمضان رحیمزاده نیست. قبلا در رسانه ها شعر و منظومه های با تخلص نهانی به نشر رسیده بودند. گفته می شود نهانی تخلص نهانی وزیر امور داخلی تاجیکستان است. یکی از شعرهای با عنوان تومه ارزی که در وصف رئیس جمهور امام علی رحمان نوشته شده است، از طرف هفته‌نامه تاجیکستان در سال 2017 بهترین شعر سال دانسته شده بود. دو شعر دیگری نهانی که به کتاب و کتابخانه بخشیده شده اند در تالار درآمدگاه کتابخانه ملی تاجیکستان آویخته شده است. رمضان رحیمزاده را همچون مؤلف 100 اثر علمی، کتاب درسی، رساله ها، مونوگرافیا، دستور تعلیمی، تفسیر به قانون ها، مبارزه به مقابل جنایتکاری، تروریسم، اکستریمیسم و جنایت های اقتصادی می دانند. او نامزد علمی حقوق شناسی بوده، تشبسکار جاری نمودن فن فعالیت اپراتیوی جستجویی همچون ساحه علاهیده علم حقوق و مؤلف کتاب درسی فعالیت اپراتیوی جستجویی، برنامه درسی آن و تست ها از این فن دانسته می شود. به عنوان جایزه های او در ساحه های حقوق شناسی و ورزش، عنوان های علاچی افتخاری معارف تاجیکستان، اعضا کرسپاندنت اکادمی علم های عمومی جهانی امنیت دست جمعی نیز همراه شده اند. رساله نامزدی و چند اثر دیگرش را وزیر امور داخلی تاجیکستان با زبان روسی انشا کرده است که گواهی سطح بلند زباندانی او شمردن ممکن می باشد. اما وقت روسی حرف می زند از خنده دلکف می شوید. С 2011 года по настоящее время в ходе государственной регистрации транспортных средств, ввозимых в Республику Таджикистан, установлено 123 факта угнанных и похищенных автомобилей на территории республики. Как уже я отметил, 78 из них, которые угнаны с территории Германии. Собранные материалы были переданы следственным органам. По поручению руководства министерства на многие указанные автомобили наложен арест в части осуществления дальнейших регистрационных действий. В целях обнаружения поддельных идентификационных номеров мы несколько раз переговорили с представителями полиции посольства Германии в Республике Таджикистан. Они провели с нами несколько раз различные тренинги, обещали нам поставлять специальное оборудование, однако до сих пор не поставляли. Соответственно, мы направили. بسیاری ها بر این نظرند که کتاب و شعرهای رحیمزاده به عوض مبلغ از طرف دیگران نوشته می شود. دلیلشان هم برآمدهای وزیر در کنفرانس و نشستهای مطبوعاتی است که از کاغذ با مشکلی می خواند و جمله هایش بی سر و نوگو پادر هوایند. در نتیجه عملی کردن یکی از آنها دستگیر کرده شد و یکی از آنها در جای در هنگام مقاومت نشان دادن سلاح
با سلاح نسبت کارمندان در جای حادثه نیست نابود کرده شد و 3 نفر دیگر که در فرار قرار دارند همه چاره‌ها برای دستگیر کردن آنها دیده ایستاده ایم. اگر همین وزیر رمضان رحیمزاده از عهده کار برآید، حاجت به تعقیب و فشار و در کوچه و خیابان از پی مردم آواره، هراس افکنی و در قلب مردم آسایشته وحشت پراکنی نیست. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اگر فعالیت خود را به طور کسبی به راه ماند و نظارت ترتیبات به طور حرفه‌ای پیاده شود، حاجت نمیماند که در بدر مردم گروهی وحشت افکن تشکیل کرده، مردم را به وحشت آورده این توده پلیس گردند. کافی است که شما مسئولیت خود را صادقانه به اجرا رسانید، از شکنجه و وحشت افکنی و عملهای مجازاتی دست کشیده، فعالیت تشویقاتی و تربیوی را از خود باغچه بچگان تا به دانشگاه به راه مانید. آخر دلتان شاعری میکشد، دلتان دراماتورگی میکشد، دلتان به فیلم ها سیناری آفرین میکشد، به نفقه برایید، یک تیم خوب سازید. ببینید همه کینماتوگراف ها و همه اکتورهای نامی به کشورهای غیر از دست شما گریختند، سربگریز شدند. شاید این هم به آن سبب باشد که شما سلیم صدکاره شدید و دست و پنجهتان به همه جا تنک شده است. نه، شما فقط میخواهید مردم سرخم و زبان کوتاه و وحشت زده باشند و شما هر چی گوید تکرار کنند. مهم برای شما با هر وسیله‌ای که نباشد دنبه‌تان به کرسیتان شیرش باشد. گاه شعر میگویید، گاه غزل میخونید، گاه لازم شود به زمین نشسته سجده کنان رقص میکنید. گور سوزد و دیگ جوشد. مهم کارتان به خواجهتان خوش آید و در اطرافش چریده گردید. همین حالت خاره و ذلت خود را باری هم تصور کرده اید؟ این سلیم صدکاره همه کارها نیمکاره بودن تا کی؟ میمورید همین وظیفه بردوشتان بوده را صادقانه اجرا کنید تا مردم یک کمی آه آسایشتگی کشند؟